سلام دوستان، نظامت شیخی هستم، پژوهشگر دوره دکترای حقوق دانشگاه استانبول. امروز می‌خوایم در رابطه با یکی از بورس‌های کمتر شناخته شده ترکیه باهاتون صحبت بکنیم به نام باشار بورسو که مخصوص دانشجوهایی هست که در حال حاضر توی ترکیه در حال تحصیل هستند. این بورسیه زیر نظر سازمان ترکیه بورسداری که یه سازمان بورسیه دهنده دولتی هست ارائه میشه و مخصوص دانشجوهای بین‌المللی هست که در حال حاضر در دانشگاه‌های ترکیه مشغول به تحصیل هستند. هدفش هم حمایت از دانشجوهای موفق هست، نه پذیرش جدید، و معنی نامش هم بورسیه موفقیت میشه. تاریخ ثبت نام برای سال 2025 از 1 آبان تا 27 آبان هست و ثبت نام کاملا اینترنتی و از طریق سایت ترکیه بورسداری انجام میشه. توصیه میکنیم تمام مراحل ثبت نام رو با دقت انجام بدید و تمام مدارکی خواسته شده رو به صورت کامل بارگذاری بکنید که در غیر این صورت پرونده شما بررسی نخواهد شد. در صورتی که در حین ثبت نام برگاه تقلب یا مدارک خلاف واقع بارگذاری کرده باشید، در صورت اینکه این قضیه رو متوجه بشن، درخواست شما رد میشه و یا اینکه حتی بورسیه رو اگه دریافت کرده باشید از طریق قانونی مبالغ دریافت شده رو پس میگیرن. این نکته رو توجه بکنید که بعد از اینکه ثبت نامتون کامل شد، رسید ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد. این بورسیه فقط برای طول 1 سال تحصیلی به شما داده میشه و پرداختی ها برای طول سال تحصیلی که شما مشغول تحصیل هستید داده میشه و بیشتر مدتی که میتونید این بورسیه رو دریافت بکنید 9 ماه خواهد بود. مبلغ این بورسیه برای مقاطع لیسانس 3500 لیر، ارشد 5000 لیر و دکترا 6500 لیر خواهد بود که به صورت ماهانه به شما پرداخت میشه. به خاطر محدود بودن ظرفیت این بورسیه، خود سازمان یه تقسیم بندی از نظر کشور، دانشگاه و رشته انجام میده. شروطی که باید برای دریافت این بورسیه داشته باشید و یا رعایت بکنید چه چیزایی هستند؟ در وهله اول شما باید شهروند یک کشور خارجی باشید و اگه 2 تابعیتی هستید، یکی از اون تابعیت ها نباید ترکیه باشه. در حال حاضر در ترکیه باشید و دبیرستانتون توی ترکیه نخونده باشید، یعنی از دانشگاه به بعد شروع به تحصیل توی ترکیه کرده باشید. حداقل 1 سال تحصیلی یعنی 2 ترم از مدت تحصیلتون گذشته باشه که کلاس‌های آمادگی زبان هم جزء این مدت محسوب میشن. توی ترکیه معدل از 4 نمره محاسبه میشه که برای دریافت این بورسیه مقطع لیسانس حداقل باید 3 باشه، مقطع ارشد و دکترا حداقل 3.5 و برای گروه پزشکی این معدل از 2.5 محاسبه میشه. برای دریافت این بورسیه نباید در گذشته و حال از بورسیه‌های دیگه ترکیه بورسداری استفاده کرده باشید و همچنین الان از ارگان‌های دیگه هم نباید بورسیه گرفته باشید. مدارکی که برای بارگذاری شما نیاز دارید، اهم از برگه دانشجویی که باید با مهر و امضای زنده دانشگاه باشه و یا اینکه از طریق سامانه ادولت که همون دولت الکترونیک ترکیه هست گرفته شده باشه. همچنین نیاز به ریزنمره دارید که از همین طرق باید گرفته شده باشه. کارت اقامت و یا پاسپورت معتبر داشته باشید. همچنین نیاز به کارت اقامت و یا پاسپورت معتبر خواهید داشت. بقیه مواردی که باید بارگذاری بشه اختیاری خواهد بود و خیلی شبیه ترکیه بورسداری هستش. بقیه مواردی که باید بارگذاری بشه کاملا اختیاری هست. حالا اگه بخوایم یه مقایسه بین برنامه اصلی ترکیه بورسداری و باشار بورس داشته باشیم، یه سری نکات هست که قابل توجه خواهد بود. یکی اینکه برنامه اصلی برای دانشجوهای جدیدالورود خواهد بود، ولی باشار بورس برای اون دسته از دانشجوهای بین‌المللی هست که در حال حاضر توی ترکیه هستن و در حال تحصیل هستن. برنامه اصلی ترکیه بورسداری شامل همه هزینه‌های شما، اهم از دانشگاه، آمادگی زبان، خوابگاه و حتی حقوق ماهیانه خواهد بود. ولی باشار بورس فقط برای شما ماهیانه حقوق رو در بر خواهد داشت. توی برنامه اصلی سطح رقابت بالا هست، ولی توی باشار بورس به خاطر کمتر بودن تعداد شرکت کننده ها شانس شما بیشتر خواهد بود. برنامه اصلی نیاز به مصاحبه داره و 2 مرحله هست، ولی باشار بورس 1 مرحله هست و نیاز به مصاحبه نخواهد بود. اگه سوالی براتون پیش اومده میتونید به ما پیام بدید و یا از طریق کامنت از ما بپرسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه خیلی خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و این ویدیو رو براشون بفرستید. تا دیدار بعد، خدایا رو نگهدارتون.